7 قانون برای یک زندگی موفق. قانون اول: وقتی پول صحبت میکنه کسی ازش غلط املایی نمیگیره. هوش مالیت رو تقویت کن. قانون دوم: مهم کسی هست که توی بارون کنارت موند، اونم وقتی که میتونست تصمیم بگیره توی خشکی بمونه. همیشه اینو یادت بمونه و اینجور آدما رو توی زندگیت حفظ کن. قانون سوم: میتونی یه پسر ملاقات کنی که 38 سالشه و مردی که 18 سالشه. هیچ وقت یک کتاب را از روی ظاهر و توصیفاتش قضاوت نکن. قانون چهارم: موفقیت آدم رو توی خلوت آغوش میگیره، اما شکست اونو در ملأ عام تنبیه میکنه. این قانون طبیعته. قوی‌ها ضعیف‌ها رو میخورند. یا میبری یا میبازی، حتی وسطی وجود نداره. قانون پنجم: اگر از حلقه دوستانت الهام نمیگیری، اون حلقه دوستی نیست، بلکه یک قفسه. قانون ششم: اونهایی که تنهایی پرواز میکنن